و با تمرین ها شروع میکنیم. تمرینایی که در واقع برای من ارسال شد، باز مجدد 3 تا ازشون رو آوردم. قرار بود که از روی این یک در واقع لوگوی طراحی بشه، از روی اون لوگویی که بهتون داده بودیم. خب از سمت راست من بهترین ها رو چیدم تا سمت چپ. یک لحظه اجازه بدیم به من. خب این اولی خب بهترینشه، خیلی شمایل درست انجام شده، بهتر از همه است، چیز خیلی زیادی نداره، مشکل زیادی نداره. این یکی باز از این یکی یه ذره ضعیف‌تر کار شده، کله در واقع پرنده یه ذره در واقع اینور گرتره، باید اینورم گرتر میشد، نشده. همچنین اینجا تیزه، نباید تیز میشد، این حالت رو باید میداشت. و اینکه مثلا اینجا هم یک زایده‌ای داریم که این نباید اتفاق میافتاد. و اینم که خب نمیدونم چه حرکتی انجام شده که این کارو کردن. اول یک مدل اینجا ایجاد میکنم، بچه با همون ابزار در واقع براشی که یاد گرفتیمش، از اون 3 تا علامت، نقطه، خط و محور، میخوایم نقطهش رو الان مثلا با براش انجام بدیم. یک نقطه مثلا روی یک قسمتی از این نقشه ایجاد کنیم. مثلا این ورزشگاهی که اینجا هست میخوایم با نقطه مشخصش کنیم. چیکار میکنیم؟ اول میام اینجا یه دونه براش در واقع لایه جدید میسازم، روی این مثبت میزنم، یک لایه‌ای اینجا ساخته میشه به اسم لیر 2 و بعد میام روی همین لایه 2 که هستم بی رو میزنم براش بیاد و حالا کلیک راست میکنم این توی بخش جنرال براش، این هم مدل معمولی رو انتخاب میکنم و سایزش رو تنظیم میکنم. بچه کپس لاک هم اگر در واقع خاموش باشه شما میتونید دایرهش رو ببینید که چقدر در واقع سایزش هست. الان کپس لاک من خاموشه و این میتونم اینو ببینم. اگر روشن باشه نمیبینم. پس روشن میذاریم و همینجا وقتی روی لایه 2 هستم و رنگ مناسبم رو هم انتخاب کردم، زرد، یه دونه کلیک اینجا میکنم. خب بعد میتونم یه ذره کوچیکترش میکنم، یک رنگ دیگه انتخاب میکنم. چون اینجا رنگ بک‌گراندمون نارنجی هست میتونم اینو بزنم برعکس بشه سری، یا ایکس رو بزنم سری برعکس بشه. یه دونه اینجوری کلیک میکنم. رنگش رو دوست ندارم، یه ذره میبرم نارنجی بهتر، میام یه رنگ دیگه روی این میزنم. خب این الان میشه مثلا یک نقطه، میتونم اینجا حتی جابجاش کنم، کوچیک و بزرگش کنم و ازش استفاده کنم. این در واقع بچه‌ها نقطه، حالا چندین تا مدل داریم که فعلا به این بسنده میکنیم که با براش هم ساختیمش، خیلی ساده و مثلا میشه با چیزای دیگه هم ساخت که فعلا ازش رد میشیم. اگر در واقع رسیدیم باز مباحث دیگر رو خدمتتون میگیم. حالا مثلا میخوام یک مسیری رو رسم کنم، مثلا روی این در واقع خیابون یک مسیر رو رسم کنم، اونم خیلی راحت با ابزار پن قابل انجامه. میام پی رو میزنم، ابزار پن میاد، یه دونه نقطه اینجا میزنم، یه دونه نقطه اینجا، این مسیر رو دقیقاً مثل اون خیابون رو رسم میکنم. آلتو میگیرم، این دسته رو به این سمت، آلتو نگرفتم، دسته رو به این سمت هدایت میکنم و پی رو میزنم، دوباره در واقع پن میاد و اینو باز از اینجا این دختر میذارم اینجا و یه ذره میکشم تا به این چیزی که در واقع میبینید برسم. خب میتونم از این بالا هم در واقع سایز این خطی که رسم کردم رو هم زیاد کنم. مثلا یک مسیری که خیلی ساده با یک خط ساده پن تونستیم ایجاد کنیم.
حالا همین خط رو من میتونم بیام اینجا این بالا تبدیل به نقطه چینش هم کنم، تبدیل به نقطه چین میکنم، مثلا یه همچین چیزی براش اتفاق میفته. میتونم مثلا کوچیکترش کنم، خطا کم و زیادتر میشه. اینم از در واقع مدل خطی که تونستیم با همین ابزارهای ساده ایجاد کنیم. میگم باز مدل های دیگه هست که میتونیم ایجاد کنیم و الان این مدلی که الان این یکی از کارهایی که میتونستیم انجام بدیم برای در واقع رسم علائم سازمان فضایی انجام شد. حالا بریم سراغ بعدی اگر دکتر. ببخشید من فقط یه مقدمه بعد خدمت چند. دوستان میگفتم در بحث سازمان فضایی. حالا همونطور که در واقع دوستان احتمالاً اکثرا شهرساز هستن میدونن، ما برای که در واقع سازمان فضایی یک محدوده رو در واقع ترسیم کنیم، حالا این در واقع محدوده میخواد یک محله باشه، میخواد یک منطقه باشه، میخواد یه شهر باشه، حتی میخواد یک استان باشه، فرقی نمیکنه. ما از در واقع کل آیتم هایی که تو شهر یا استان یا محله داریم و میایم به 3 بخش دوستان تقسیم میکنیم. اون 3 بخش چیا هستن؟ دوستان اگر تو کامنت پاسخ بدن که کلاس هم خیلی یک طرفه نباشه. علائم سازمان فضایی دوستان چه مواردی هستن؟ گرو و لب و اینها میشه ما عناصر لینچ. سازمان فضایی کلا در واقع به 3 دسته تقسیم میشه، یا نقاط یا همون کانون‌ها هستن که ما در واقع بعضی از علائم رو به این صورت نشون میدیم. نقاط یا کانون‌ها دوستان مثل چی؟ نقاط یا کانون‌ها مثل چیا میتونن باشن؟ یه نشانه شاخصی اگر تو شهر داریم، مثلا در واقع یک میدون اصلی اگر داریم، یک چهارراه ترافیکی اگر داریم، اینها در واقع میتونن اون کانون‌ها یا نقاط ما باشن. دسته دوم رو میایم به صورت محور نشون میدیم. محورها چی میتونن باشن؟ خیابون‌ها، بله دیگه، یکی از معروف‌ترینش پس میشه خیابون‌ها. پیاده روها یا پیاده راه‌ها میتونن باشن، بله دیگه. عوارض طبیعی میتونن باشن، بله عوارض طبیعی مثل رودخونه، مثل مسیل، اینا هم در واقع میتونن به صورت محور نمایش داده بشن. دیگه چه چیزایی به صورت محور داریم؟ خطوط حمل و نقل عمومی مثل مترو در واقع میتونه به صورت در واقع لاین باشه. ایستگاه‌ها نه، ایستگاه‌ها دیگه در واقع به صورت کانون یا نقطه در واقع نمایش داده میشن. یا خطوط در واقع تأسیسات مثل خطوط در واقع انتقال نفت، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال برق، اینا همه در واقع به صورت محور نمایش داده میشن. و دسته سوممون میشه در واقع پهنه‌های شهریمون. پهنه‌ها در واقع چه مواردی رو شامل میشن؟ باز معروف ترین، بله همونطور که دوستان دارن اشاره میکنن، معروف ترین تو پهنه‌ها در واقع خود کاربری‌ها هستن، فعالیت‌ها هستن. منتها فرقش با کاربری چیه؟ اینکه ما پهنه‌های عملکردی رو نشون میدیم. مثلا یه جا ممکنه پهنه عملکردیش مسکونی تجاری باشه، یه جا ممکنه فعالیتی باشه. یعنی دیگه ما باید یه جمع‌بندی بکنیم و کاربری‌ها در واقع تو سطح پهنه بیایم نشون بدیم. یا یه جا در واقع پهنه مثلا ممکنه بافت فرسودمون باشه. پس در واقع یک برگرفته از یا کاربری ها هست یا برگرفته از یه وضعیت کالبدی، مثل در واقع بحث بافت‌های در واقع فرسوده یا محلات هدف بازآفرینی. اینها رو در واقع میایم به صورت پهنه‌ای نمایش میدیم. خب همونطور که میدونی، حالا دوستان تو کلاس جی اس در واقع شرکت کردن دیگه، ما اینو توی جی اس نمیتونیم نمایش بدیم. حتما لازمه که به صورت گرافیکی در واقع بیایم تو فتوشاپ نشون بدیم، که حالا برای هر کدوم اینها خب کلی ما میتونیم علائم مختلفی ترسیم کنیم. مثلا برای کانونها میتونیم در واقع علائم مختلفی ترسیم کنیم، برای محورها به همین صورت و برای پهنه‌ها به همین صورت. حالا تا جایی که در واقع فرصت بشه از آقای مهندس در واقع خواهش میکنیم که حالا مثلا تا 2 تا حتی از هر کدوم از این علائم رو در واقع امشب به ما آموزش بدن که بتونیم توی نقشه‌های سازمان فضاییمون در واقع کار بکنیم.
خب این مقدمه رو من لازم بود بگم، حالا ادامهش رو باز در خدمت آقای مهندس هستیم. خب خیلی ممنون جناب دکتر. من تا آخرش میرم، بعد اگر فرصت کردیم حتما موارد بیشتری رو خدمت دوستان میگم. بعد شما لایه اینا رو خاموش میکنم. خب لایه این دوتا رو خاموش میکنم که ساختم که دیگه کاری باشون نداشته باشیم. بچه ما تا اینجا گفتیم دیگه، تا در واقع این رسم رو گفتیم. بعد من اومدم در واقع لایه اینا رو خاموش کردم. من دیگه اینا رو نمیخواستم، لایه این نقطه و محور رو خاموش کردم. خب ما میخواستیم بچه توی جلسه دوم بیایم این ابزار سلکشن تول رو خدمتتون بگیم، این ابزار رو. ولی من پیشنهاد دادم که بیایم ابزار پن رو بگیم که بچه‌ها یک طراحی هم رو یاد بگیرن و با مهمترین ابزار طراحی که پن باشه در واقع آشنا بشن، چون پن تول خودش کار سلکت رو هم انجام میده. من پن رو میارم، میخوام قسمتی از این نقشه رو انتخاب کنم. ما میخوایم الان پست پروداکشن نقشه شهری رو با هم دیگه انجام بدیم. اونم اینجوریه که یک قسمتی از نقشه رو انتخاب میکنیم و اون رو حالا به صورتی در میاریم که از بقیه نقشه مجزا بشه. برای این کار من باید بیام قسمتی از این نقشه رو انتخاب کنم و ازش جدا کنم. پس اول من میام ابزار پن رو میارم، قسمتی از این نقشه رو انتخاب میکنم. مثلا میگم از اینجا تا اینجا مثلا یک مربعی رو انتخاب میکنم به این صورت. الان انتخاب من انجام شده، یعنی در واقع اون شیپ هم ساخته شده ولی انتخابی صورت نگرفته. میخوام این انتخاب صورت بگیره، چیکار میکنم؟ میام روی همین لایه شیپ که ساختم، روی تامنیلش باید کنترل رو نگه دارم و یک کلیک اینجا بکنم. قبلش برمیگردم بالا، ببینید کنترل نگه میدارم، روی تامنیلش یک کلیک میکنم. به محضی که این کار رو بکنم یک چیزی اینجوری اگر ببینید این دورش یه خط اینجوری ساخته میشه که بهش در اصطلاح فارسی میگن رژه مورچه ها. انگار مورچه ها دارن مثلا رژه میدن. این یعنی که این قسمت از لایه در واقع انتخاب شده. خب حالا میبینید که این شیپ من اینجا هم هست. فعلا شیپ رو چشمش رو خاموش میکنم که فقط همین باشه حالت انتخابه. حالا من میخوام این حالتی که اینجا که این قسمتی که انتخاب کردم رو از نقشم جدا کنم. میرم روی نقشه، باید اول این قفلش رو بردارم. بعد بچه‌ها اگر که من وی رو بزنم و ابزار مووم اینجا فعال بشه، میتونم اینو تکون بدم، میتونم اینو بذارم این ور اون ور. ولی میبینید که هیچ لایه جدیدی اینجا اضافه نشد و همین اینو من دارم تو همون لایه خودش جابجا میکنم که ما اینو نمیخوایم. خب ولی چیزی که من میخوام اینه که وقتی که انتخاب شد، یعنی این دورش اومد، حالا کنترل، وقتی که روی لایه نقشه هم بودم اینجا، کنترل X رو بزنم که این کاملا بره و حالا کنترل شیفت وی رو بزنم. حالا همون تیکه‌ای که ما انتخابش کردیم، همون تیکه، ببینید همین تیکه جدا شده و اومده توی یک لایه جدید نشسته. من میتونم برم تو لیر استایل، به این یک استایلی بدم. الان ببینید چه چیزی داریم. یک لایه اینجوری داریم که وسطش خالی شده. بچه‌ها اینا یعنی حالت ترانسپرنسیه، خالیه، هیچ پیکسلی اینجا وجود نداره. یه دونه دیگه هم لایه داریم که اینه اومده در واقع به عنوان یک لایه جدید نشسته. اگر من فقط این لایه رو بخوام ببینم، همچین چیزی در واقع دارم. خب الان دوتا چشمشون روشن میکنم، دوتا رو داریم. برمیگردم بالا و حالا روی این لایه‌ای که در واقع دوتا کلیک میکنم، پنجره لیر استایل باز بشه. اولین کاری که میکنم اینه که بیام یک دراپ شادو بهش بدم. دراپ شادویی که باش کار کردیم میخوام یه ذره از بقیه جاها متمایز بشه. سایزش رو یه ذره زیاد میکنم و دیستنسش رو میتونم کم کنم. سایز رو یه ذره بیشترش میکنم، داره متمایز میشه از نسبت به بقیه جاها.
خب ذره بیشتر به این صورت. اوکی. حالا این الان دراپ شادو اولین چیز استایلی بود که بهش دادیم. هم یه استروک بهش میدم، که دورش یک خط دوری بیفته. سایزش رو میتونم زیاد کنم، سایزش رو زیاد میکنم به این صورت. میتونم اینسایدش کنم مثلا که اون در واقع شادو رو از دست ندیم، چون اگر اوتساید باشه من زیادش کنم شادو به این میره. میذارمش اینساید که داخل باشه به این صورت. این اتفاق براش میفته. الان یک خط دوری اومد داخلش و نسبت به بقیه باز متمایزتر شد. حالا من یه کار دیگه هم میتونم بکنم برای اینکه نسبت به باقی نقشه متمایزتر بشه. اونم اینه که بیام اینجا این لایه نقشم رو اوپاسیتیشو کم کنم. این توی لایه ها اوپاسیتی یک لایه رو اگه بخواید کم کنید، یعنی از میزان شفافیتش کم کنید، لایه رو انتخاب میکنید و میاد همین بالا اوپاسیتی اینو یه ذره کم میکنید، مثلا میذارید روی 73%. برمیگردم بالا و یه همچین چیزی دارید. بچه برای اینکه ببینید الان حالت شطرنجی داره دیده میشه، برای اینکه حالت شطرنجی رو هم نداشته باشیم من یک چیزی رو اینجا اضافه میکنم، اونم که از این قسمت اینجا شما میتونید بیاید یک سالید کالر ایجاد کنید، یک تک رنگ، یعنی یک لایه به شما میده که تک رنگه. خب من اینو زدم، الان این پنجره باز شد، میتونم رنگش رو انتخاب کنم، اوکی رو بزنم. خب میبینید که رفته بالای بالا قرار گرفته. میتونم اینو بیارم بکشم پایین، میگم بیا پایین این نقشه. خب حالا همونطوری که میبینید دیگه خبری از اون شطرنجی ها نیست. اگر این خاموش باشه میبینید که حالت شطرنجی های اون حالت ترانسپرنسی این هستش. ولی اگر این سفیده رو داشته باشم بعد این رو داشته باشم دیگه حالت شطرنجی رو ندارم. و حالا این الان نقشه ایه که این ورش در واقع اطرافش یه ذره از اون حالت شفافیتش در اومده، اینجا اون شفافیت 100% رو داره، یه خط دور داره و یک شادویی داره. اینجا هم میبینید اینی که جدا شده یه استروک داره، خط دور داره، یه دراپ شادو داره. من میتونم اینا رو هم اینجا در واقع خاموش روشن کنم. ببینید الان فقط اوپاسیتیش در واقع شفافیتش بیشتر از نسبت به بقیه است. میام باز اینا رو اینجا فعال میکنم که اینو داشته باشیم. خب این فعلا چیزیه که ما میتونیم برای متمایز کردنش داشته باشیم. ولی یه کار دیگه هم من میتونم بکنم، حالا غیر از این که بخوام مثلا از استروک استفاده کنم، من اگر استروک هم اینجا نداشته باشم میتونم از همین شیپ هم اینجا استفاده کنم. میرم شیپ هم روشن میکنم، ببینید دورش بود دیگه، میرم شیپ هم روشن میکنم. توی همین شیپ اگر که باز برم سراغ ابزار پن که باش اینو رسم کردیم، این بالا میتونم اینو حالتش عوض کنم. اول یه ذره ضخامتش بیشتر میکنم به این صورت. خب بعد میتونم اینجا به صورت خطچینش کنم. ببینید که یه ذره باز متفاوت شد نسبت به اون استوریکی که داشتیم. اینم الان حالا نکته‌ای بود که میتونستیم مثلا با پن یه حالت خطچین هم دور اون نقطه انتخابیمون داشته باشیم. و همین بچه‌ها این الان کاری بود که میتونستیم برای مثلا متمایز کردن این نقشه انجام بدیم. خیلی کارهای دیگه هم میشه انجام بدیم ولی فعلا مبحث تموم شده. اگر که صلاح مرسی. میدونید حالا باز هم بگید. یک در واقع بازخوردی از دوستان داشته باشیم، ببینیم اگر در واقع انرژی دارن و حوصله دارن یا در واقع میتونیم هنوز مبحث رو ادامه بدیم، مخصوصا رو علائم سازمان فضایی که خودش حداقل 3-4 ساعت تدریس هست. حالا تا جایی که فرصت بشه از آقای مهندس خواهش میکنیم که داشته باشیم. دوستان انرژی‌ها چطوره؟ علاقه دارین رو علائم سازمان فضایی در واقع بیشتر ادامه بدیم؟ خب فقط قبل از اینکه رو علائم سازمان فضایی در واقع پیش بریم به استراحت کنم، من خواهش می‌کنم مهندس از ساعت شعرم خارج کنن سفر رو. یه قولی هم بهتون داده بودیم در واقع دوستانی که
تا امشب در واقع حضور داشتن یه هدیه در واقع قابل توجه هم به دوستان یه قول داده بودیم. در حد چند دقیقه من این هدیه هم خدمت دوستان اعلام بکنم که بعد ادامه رو در واقع پیش بریم. صفحه من درسته؟ صفحه پاور من دارین؟ بسیار عالی، بسیار عالی. خب حالا یه مروری هم بکنیم قبل از اینکه هدیه رو اعلام کنم. دوستانی که جلسه اول نبودن یا جلسه اول رو در واقع دیر تشریف آوردن، اینکه اصلا چرا باید نرم افزار فتوشاپ رو تو حرفه شهرسازی در واقع آموزش ببینیم، یه مروری کردیم که اینجا خیلی سریع در واقع ازش میگذریم. تو آگهی‌هایی که در رابطه با حرفه در واقع شهرسازی بود، دیدیم که در کنار نرم افزارهای پایه مثل اتوکد و GIS به نرم افزار فتوشاپ هم اشاره شده که دوستان باید در واقع نحوه ارائه پرزنتیشن، در واقع شیت بندی و کارهای مختلفی که فتوشاپ توی شهرسازی در واقع کاربرد داره رو بلد باشه. من چند تا از آگهی استخدام اخیر رو آوردم که مال همین اردیبهشت 1404 هست. باز اینجا می‌بینیم در کنار اتوکد گزارش نویسی GIS که در واقع مباحث پایه است به فتوشاپ هم اشاره شده. باز یه آگهی دیگه‌ای که در کنار اشاره به نرم افزار در واقع GIS به بحث نرم افزار گرافیکی هم اشاره شده که به دوستان هم گفتیم در مثلا لازم نیست شما هم فتوشاپ هم ایلاستریتور هم کورل رو یاد بگیریم، فقط یکی از این نرم افزارها که همون در واقع فتوشاپ هم هست آموزش ببینید کفایت میکنه. همچنین برای دوستانی که علاقه دارن حالا بجز حرفه شهرسازی کارهای در واقع خود اصلا فتوشاپ به عنوان کار گرافیکی انجام بدن، حالا آگهی‌ها رو در واقع مرور کردیم که اصلا با خود یادگیری فتوشاپ میتونید شما کارهای گرافیستی انجام بدین و همچنین برای دوستانی که نه میخوان کار شهرسازی انجام بدن، به موازات کار شهرسازی میخوان کارهای پروژه‌ای یا همون فریلنسری یا دورکاری در واقع فتوشاپ انجام بدن که سایت پونیشا رو به دوستان معرفی کردیم که از معروف‌ترین سایت‌هایی هست که میتونین در واقع کارهای گرافیکی رو انجام بدین. از همین کارهایی که در واقع توی همین مینی دوره هم یاد گرفتین، ادیت دور در واقع عکس و طراحی و یه نمونه هم مثلا از آگهی‌ها رو اشاره کردیم. تمرین جلسه اولمون بود، دوستان که جلسه اول حضور داشتن مثلا یه کار حذف بک‌گراند که شاید خیلی هم در واقع ساده به نظر میرسید، مثلا می‌بینیم که از آگهی‌های سایت پونیشاست که تا 1 میلیون تومان هم در واقع دستمزد بهش اشاره شده. حالا برای دوستانی که در واقع تمایل دارن این بحث در واقع خود فتوشاپ به صورت عمومی و کاربرد فتوشاپ در شهرسازی رو به ویژه در واقع به صورت جامع‌تر یاد بگیرن، در ادامه حالا این مینی دوره ما یه دوره جامع کاربرد فتوشاپ در شهرسازی هم در واقع داریم که حالا مدرس هم خود آقای قدیانی هستن که همونطوری که اشاره شد ایشون در واقع 9 سال سابقه کار حرفه‌ای و تدریس دارن تو این زمینه. چه مباحثی رو ما یاد میگیریم تو این دوره جامعه؟ این دوره دوستان 12 جلسه 2 ساعته یعنی 24 ساعت هستش، خیلی دوره کاملی هست. توی این دوره ما 2 تا مبحث دوستان یاد میگیریم، هم فتوشاپ عمومی رو دیگه به صورت کامل یاد میگیریم، هم کاربردی که فتوشاپ تو مباحث شهرسازی داره تو این 12 جلسه کامل. همونطوری که در واقع تو سرفصل دارین مشاهده میکنین، من تو ورق میزنم تمام ابزارهای در واقع فتوشاپ رو آموزش می‌بینید و همچنین کاربردش توی مباحث شهرسازی، یعنی بحث شیت بندی‌ها رو به صورت کامل یاد می‌گیریم. پست پروداکشن رو ما تو این در واقع مینی دوره یه نمونهش رو کار کردیم، نمونه‌های مختلفش رو تو اون دوره به صورت کامل کار می‌کنیم. بحث در واقع طراحی پوستر، چه دوستانی که کارمند هستن چه دوستانی که تو شرکت‌های مهندس مشاور کار می‌کنن، خب طراحی پوستر خیلی به کارشون میاد. تهیه تصاویر پانوراما، دوستانی که طراح هادی کار میکنن، طراح تفصیلی کار میکنن، طراحی شهری کار میکنن، باز یکی دیگه از کاربردهای فتوشاپ تو شهرسازی تهیه تصاویر پانوراماست که همه اینا رو به صورت کامل تو این دوره کارهای دوستان در واقع ترمای پیش تقریبا 2 سال هست الان این دوره داره برگزار میشه. باز تاکید میکنم این دوره یه دوره جامع هست که تو دل خودش 2 تا دوره داره، یعنی هم فتوشاپ عمومی رو یاد میگیریم هم فتوشاپ تو شهرسازی. این نمونه کارهای عمومیه که دوستان یاد گرفتن، از طراحی در واقع پوستر و بنر و پست اینستاگرام و در واقع هایلایت ها. این یه نمونه در واقع طراحی پوستر که باز دوستان ترمای پیش انجام دادن. این باز یه نمونه در واقع طراحی باز پوستر که دوستان ترمای پیش انجام دادن.
اینم نمونه در واقع کاربرداش توی شهرسازی که دوستان علائم سازمان فضایی رو می‌بینیم توی یکی از شرکت‌های مهندس مشاور گرید 1 در واقع مشغول به کار هستن و دارن این نقشه‌ها رو تولید می‌کنن. باز این یه نمونه دیگه از نقشه‌ها که در واقع الگوهای توسعه هستش که همه اینها بر اساس فتوشاپ در واقع اجرا شده. خب پس همونطور که خدمتتون گفتم این کارگاه در واقع 2 تا کارگاه هست. هم فتوشاپ عمومی رو در واقع یاد میگیریم که یه جوری در واقع بیس و پیش نیاز اون کاربرد فتوشاپ در شهرسازی هم هست. تقریبا بیش از 40 تا تمرین آقای قدیانی طراحی کردن که همه اینها در واقع کاربردی هست. یعنی شما پوستر یاد بگیرید، نمیدونم شیت بندی یاد بگیرید، همه اینا رو تو این کارگاه کار خواهیم کرد. حالا دوستانی که تو کلاس‌های جی اس ما شرکت کردن کاملا آشنایی دارن با سبک کلاس‌های آکادمی برنا که هر هفته آموزشه، هر هفته تمرین هست. تمرینات رو ارسال می‌کنین و فرد به فرد تمرینات توسط خود مدرس شخصا کرکسیون و بررسی میشه. گروه تلگرام هم داریم که مستقیم با خود مدرس در واقع تو گروه تلگرام هم در ارتباط هستین و میتونین در واقع سوالاتتون رو بپرسین. آنچه که در پایان این کارگاه در واقع آموزش می‌بینین که در واقع فتوشاپ عمومی رو آموزش می‌بینین که بتونین پروژه‌های دروکاری در واقع فریلنسری رو انجام بدین. یکم کاربرد فتوشاپ در شهرسازی که مواردی که خدمتتون گفتم شیت بندی، پست پروداکشن، طراحی پوستر، تصاویر پانوراما و بقیه مواردی که فتوشاپ در شهرسازی کاربرد داره. فیلم کلاس هم در واقع با کیفیت خیلی بالا در واقع ضبط شده، یعنی کلاس به صورت آنلاین نیستش، به صورت آفلاین هستش، توی محیط اسپات پلیر بارگذاری شده که دسترسی هم به صورت مادام العمر دارین و 6 جلسه هم در واقع جلسه رفع اشکال آنلاین هست، یعنی هر 2 جلسه یک بار ما یه جلسه رفع اشکال هم داریم که دوستانی که حالا سوالاتشون تو گروه تلگرام در واقع به هر دلیلی برطرف نمیشه بتونن تو جلسات آنلاین شرکت کنن، صفحه‌شون رو شیر کنن و علاوه بر در واقع جلسات آفلاین بتونن تو آنلاین هم سوالاتشون رو بپرسن. اما شرایط کارگاه که خدمتتون گفتم، پس فیلم دوره آفلاین هست که تو اسپات پلیر با کیفیت خیلی بالا ضبط شده. دوستان به کل 12 جلسه از همون ابتدا دسترسی دارن. 6 جلسه هم که در واقع آنلاین رفع اشکال داریم. ظرفیت دوره‌مون هم خب دوره‌های ما 30 نفره برگزار میشه که در واقع تعداد شرکت کننده‌ها خیلی زیاد نباشن، امکان پرسش و پاسخ و پاسخگویی توسط مدرس باشه. لایسنستون هم روی یک دستگاه در واقع حالا ویندوز یا مک و هم روی موبایل میتونید در واقع نصب کنین که هم از موبایل فیلم مشاهده کنین هم از لپتاپ. چون در واقع کلاس یک کلاس عمومی و پایه هست، خب در واقع چون دوستان سال اول لیسانس هم هستن میتونن تو این دوره شرکت کنن. دوستانی که میخوان پروژه‌های برون سپاری و دورکاری فتوشاپ از طریق مثلا سایت پونیشا انجام بدن، دوره کاملا براشون مناسب است. کیفیت نمونه‌کارهای دوستان ترم پیش رو مشاهده کردیم. عزیزانی که میخوان تو شرکت‌های مهندس مشاور کار بکنن، خب در کنار نرم افزارهای پایه مثل اتوکد، مثل جی آی اس، لازمه که شما حداقل یک نرم افزار گرافیکی هم بلد باشید. و خب عزیزانی که به دنبال ارتقای مهارت‌های خودشون و انجام پروژه‌های در واقع برون سپاری و فریلنسری هستن، خب نرم افزار فتوشاپ در کنار جی اس کاملا نیازشون هست. حتما اگر تو این دوره شرکت می‌کنید من همیشه تاکید می‌کنم فقط اینکه من یک در واقع دوره شرکت کنم و یه فیلمی بخرم و توی اسپات پلیرم باشه نه. حتما لازمه که اون انگیزه و اشتیاق کافی برای ارتقای مهارت و درآمد خودتون رو داشته باشید. قول داده بودیم برای دوستانی که تو این مینی دوره شرکت میکنن یه تخفیف ویژه بذاریم که 2 تا تخفیف گذاشتیم. یه تخفیف عمومی که این فقط تا پایان روز شنبه 10 اردیبهشت هست، یعنی ما و یک تخفیف خیلی باز ویژه تر بهتون قول دادیم دوستانی که ترمینات مینی دوره رو ارسال میکنن غیر از این حالا باعث صدا هست مهندس میکنم نه فکر کنم 10 اردیبهشت رو اشتباه زدیم. 10 خرداد. 10 خرداد ببخشید 10 خرداد بله مرسی که در واقع گفتیم. یه تخفیف ویژه تر هم گفتیم برای دوستانی که تمرینات مینی دوره رو ارسال کردن. 2 جلسه گذشته، یه جلسه هم که امروز هست، تمرین جلسه سوم که این هم در واقع براتون در نظر میگیریم. تمام هدف ما اینه دوستان، تو دوره آکادمی برنا دانشجوی قبلی ما میدونن
هدفمون اینه که واقعا کسایی که شرکت میکنن کسایی باشن که دوره به دردشون میخوره و در واقع بتونن استفاده کنن. برای همینی هست که ما تخفیف‌ها رو عمومی نمیذاریم. تخفیف‌ها رو این که مثلا اونایی که روز اول ثبت نام کنن انقدر تخفیف، ما خوشبختانه تا الان هیچ موقع از این سیاست‌ها تو آکادمی برنا استفاده نکردیم. تخفیف رو برای کسی میذاریم که تو مینی دوره شرکت میکنه. تخفیف رو برای کسی میذاریم که در واقع تمرین انجام میده. یعنی واقعا اون کسی شرکت کنه که این دوره براش مفید هستش. کلام آخرم، قبل از اینکه تو کارگاه شرکت کنین مطمئن باشین که این کارگاه براتون مفید هست. هایلایت رضایت شما رو ببینین، هایلایت فتوشاپ رو ببینین، نظرات شرکت کننده‌های دوره قبلی رو حتما ببینین، نمونه کاراشون رو ببینین. توی این در واقع پاورم من نمونه کارهای دوستان رو بهتون نشون دادم و این در واقع چرخه دوره‌های ما تو آکادمی برنا هست. کلاس رو به صورت آفلاین شرکت می‌کنید، به صورت آنلاین رفع اشکال میشه، پرسش و پاسخ تو گروه تلگرام داریم، مستقیم با خود مدرس در ارتباطیم و انقدر تمرین انجام میدیم تو این 3 ماه که مطمئن میشیم مباحث همه بهش مسلط شدیم. این در واقع اون رمز برتری ما تو آکادمی برنا هستش. دوستانم که میخوان ثبت نام کنن توی آیدی اینستاگرام حتما بگین که توی مینی دوره شرکت کردن و دوستانی هم که تمرین ارسال کردن اسم فامیلشون رو بگن که من در واقع تعداد تمریناتی که ارسال کردن تا فردا شب هم که فرصت دارین تمرین جلسه دوم بفرستید و بتونین از اون هدیه حداقل 200,000 تومان برای دوستانی که فقط مینی دوره بودن و حداکثر 500,000 تومان برای دوستانی که 3 جلسه تمرینم ارسال کردن. یک چیز دیگه هم که واقعا روش فکر نکرده بودم ولی الان خواستم در واقع فقط باز به شما دوستان بگم، دیدین که اصلا تو پاورم هم نبودش. دوستانی هست که میخوان به صورت در واقع 2 مرحله‌ای پرداخت کنن. این هم در واقع دوستان میتونن 50% این مبلغ رو پرداخت کنن که بتونن از این شرایط تا شنبه شب استفاده کنن. اینم میگم مثلا روش فکر نکرده بودم ولی چون تمام هدفم اینه که در واقع دوستانی که براشون دوره مناسب هست شرکت کنن، میخوام از لحاظ در واقع مالی دوستان دغدغه‌ای نداشته باشن اگر تو این کارگاه شرکت میکنن. ما توی هیچ کدوم از دوره‌هامون هیچ سودی بابت پرداخت قسطی نگرفتیم، نخواهیم گرفت در آینده. بله. آقای مهندس، من سفر رو قطع میکنم. برای ادامه آموزش علائم سازمان فضایی در خدمتتون خواهیم بود. سلام مجدد، مرسی بابت توضیحاتتون و این همه آفر جذابی گذاشتین، همه آپشن جذابی که گذاشتین. بچه‌ها تا اینجا که خب یه دونه نقطه با براش طراحی کردیم، یه دونه هم خط یا محور با پن ایجاد کردیم. حالا میخوام برم با در واقع الیپس تول، این شیپ هایی که اینجا دارم از این دایره استفاده کنم برای ترسیم یک نقطه. من میام اینجا و یک رسمی انجام میدم. دایره همونطور که میبینید من آزادانه میتونم هر چیزی اینجا رسم کنم، ولی اگه شیفت رو نگه دارم یه دایره بهم میده. وقتی که دایره داد، حالا چون خطشون بالا تغییر دادیم خطچین شده، من فعلا میام از اینجا هم میتونم از پنجره پراپرتیس هم میتونم این کارو بکنم. میام خطشو میذارم روی حالت معمولی، استروکشو حذف میکنم، استروکشو اینجوری حذف میکنم، فیلشو میگم که داخلش مثلا این رنگی باشه و میبینید که همچین دایره‌ای بهم میده. میتونم سایزش رو کم و زیاد کنم و بذارم جایی که میخوام، مثلا میذارمش اینجا. خب حالا مثلا یه دونه میخوام داخلش ستاره بندازم. بچه ابزار تکس هم نگفتیم ولی یه اشاره خیلی ریز بهش میکنم. تیه، با تی میاد، همینجا هم میتونم روش بزنم. میام یه گوشه از یه فضای خالی یه دونه کلیک میکنم. خب بعد انتخابش میکنم بچه ها، کل متن انتخاب میکنم. الان یک متن اضافه اینجا افتاد، جفتش رو یه دبل کلیک روش میکنم و یه ستاره تایپ میکنم، ستاره. خب دوباره این انتخاب میکنم. از اینجا از منوی در واقع پراپرتیز اینجا سایزش رو زیاد میکنم. همجا هم میتونم روی این تیه بگیرم و این سایزش رو زیاد کنم و حالا با ابزار موو اینو میارم میذارمش روی این. با در واقع نگه داشتن اسپیس هم من میتونم این ور اون ور برم، پروژه‌مو در واقع جابجا کنم.
حالا متنش این رنگش رو هم میخوام که سفید باشه، 2 تا کلیک میکنم اینجا کالر سفید. خب باز با ابزار موو که اینجا هست میتونم در واقع اینو کوچیک‌تر کنم یا برم همون سایز فونتش رو کوچیک کنم. بچه‌ها پنجره پراپرتیز اینجا در واقع شما میتونید خیلی کارا برای حالا مثلا اینجا فونتش رو عوض کنید، فاصله بین خطوط رو عوض کنید، سایزش رو زیاد کنید، چپچین راستچینش رو انجام بدید، فونتش رو عوض کنید، در واقع اینجا وزن فونت رو عوض کنید. حالا این باز نمیشه نمیدونم چرا. به این صورت الان یک نقطه‌ای که اینجا به این صورت ایجاد شد و من میتونم مثلا این دایره ها رو هم اپاسیتیش رو کم کنم که زیرش دیده بشه به این صورت، یا مثلا میتونم به ستاره یک شادویی بدم، سایزش رو کم کنم، دیستنسش رو ببرم بالا و به این صورت یک نقطه‌ای اینجوری ایجاد کنم. این یک مدلش بود بچه‌ها. خب یه مدل دیگه هم اینجوری بود که باز بیام از ابزار الیپس تول استفاده کنم، یک دایره رسم کنم. این دفعه به جای اینکه مثلا در واقع فیل داشته باشه استروک بهش بدم. الان که استروکش اوکیه، یه ذره با ابزار موو سایز این دایره رو کوچیک‌تر میکنم. حالا که این دایره در واقع ساخته شد متن اونجوری که مد نظرم بود، میام روی لایه‌اش یک کلیک میکنم، یک کنترل جی میزنم که ازش یک در واقع دوپلیکیت گرفته بشه. الان ببینید 2 تا روی همه. خب حالا این یکی رو میام چیکار میکنم؟ در واقع یو رو میزنم که بیاد روی الیپس تول و این بالا بتونم تغییرات رو اعمال کنم. همینجا هم بچه‌ها میتونم، اینجا هم میتونم. میام اینجا اینو میذارم روی نقطه مدلش رو. خب بعد رنگش رو عوض میکنم، میذارم رو سفید. نیست که اونی که در واقع رو بود تبدیل به نقطه شد. من در واقع یک دایره این بار درست کردم که خط دورش رو داشتیم، بعد اومدم ازش کنترل در واقع یک دابلیکیتی گرفتم و اون بالایه رو اومدم خطش رو در واقع گذاشتم، مدلش رو گذاشتم روی نقطه چین و این شد نتیجه کار. الان 2 مدل در واقع نقطه علاوه بر اون که داشتیم ساختم. یه دونه دیگه هم میتونیم در واقع محور بسازیم. میام اینجا باز با ابزار پن میام اینجا مثلا از اینجا تا اینجا رو یک خطی راش رسم میکنم. خب حالا میتونم بگم که مدل خطش در واقع ساده باشه، یه ذره سایزش بیشتر باشه، اینجوری یه ذره بیشترش میکنم. خیلی شد. به این صورت خب باز هم میتونم مثل اون دایره یه دونه ازش در واقع دوپلیکیت بگیرم، باز زدن کنترل جی، این دفعه باز اینو عوض کنم، اینم میذارم مثلا روی نقطه چین و باز رنگش عوض میکنم، میذارم روی مثلا زرد و سایزش هم اگر کم کنم یه همچین چیزی خواهیم داشت. خب صداتون قطع شد، تصمیم باید به من دست. خب الان دارید صدا رو؟ بله بله. من باز اومدم یک خطی رسم کردم، ازش داپلیکیت گرفتم و مدل خط رو این بار تغییر دادم به نقطه چین، دقیقاً مثل کاری که با این در واقع دایرمون کردیم. بعد حالا در واقع برای این میتونیم یک در واقع پیکانی رو هم رسم کنیم. میام اینجا با ابزار پن یک پیکانی هم اینجوری براش رسم میکنم، یک فلش اینجوری براش رسم میکنم. این میشه حالا این مدل پیکانی که اینجا داریم و از اینم در واقع میتونم اینو این بالا من بیام این مدلش عوض کنم. اگر اینجا کورنرز رو بذارم روی این حالت دوم، میبینید که این گوشش گرد میشه و اگر این یکی رو هم بذارم روی در واقع این حالت دایره‌ای، اینم در واقع برای من به صورت گرد در میاد گوشه هاش.
و میتونم اینو در واقع همچین چیزی داشته باشم. با ابزار الیپس، با ابزار دایرکت تول میتونم این فلش رو هم یه ذره کوچیک‌ترش کنم. بعد میتونم باز این قسمت رو بیارم بذارم اینجا، بچرخونمش و این ور رو هم همچین چیزی داشته باشه. دوستان تا اینجا هر سوالی دارین در رابطه با مباحث امروز بفرمایید که آقای مهندس در واقع سوالات رو پاسخ بدن و دیگه بریم روی چجوری خط رو رسم کنیم بچه‌ها؟ ابزار پن خیلی راحت ابزار پن رو میارم، یا با پی میاد، میتونم از اینجا بگیرم، یعنی یه نقطه بزنم، نقطه داریم قبلش، یه نقطه میزنم، یه نقطه این ور و خط رو هر جایی که بود رسم میکنم. رنگش هم این بالا میتونم تغییر بدم یا مثلا مدلش رو عوض کنم به چیزایی که باید. این در واقع رسم خط. جهت رو هم که در واقع با همون پن، خب اینجا یه نقطه داریم، من یه دونه لایه اضافه میکنم، یه نقطه اینجا میزنم، یه نقطه اینجا میزنم و یه نقطه اینجا میزنم و بعد میتونم اینو با ابزار موو تکونش بدم، ببرم بذارمش اینجا. خب بذارم، میتونم بچرخونمش، از گره های اطرافش استفاده میکنم برای چرخوندن و به این صورت اینو اینجا میذارم. حالا چطور گردش کنیم؟ این رو هم مثلا روی این که باشید، وقتی یک توالت انتخاب باشه یو رو میزنید، این ابزار در واقع شیپ ها اینجا ایجاد میشه. توی مدل خط میرم رو کورنرز، این وسطی اگر باشه گرده، اگر آخری باشه در واقع صافه و رو اولی تیزه. من میذارم روی این گرده. این یکی هم در واقع میاد این کنارا رو نشون میده، این در واقع صافه، این یکی شبه صافه و این یکی هم حالت گردطوره. این هم از این. بله، وقتی که بچه‌ها توی اون حالتتون رو انتخاب کردید و اون نقطه چین ها ظاهر شدن، خب مثلا شیپو که رسم کردین، اگر که یه دونه کلیک کنید روش و روی تامنیلش یک کلیک کنید، کنترل هم نگه داشتید، یک کلیک کنید، این ابزار یعنی این حالت انتخاب میاد. خب بعد میتونید برید رو نقشتون، خب و در واقع حالا من جای بدی رو انتخاب کردم، یا رو نقشه مثلا اینجا رو با پن انتخاب میکنم، این قسمت رو با پن انتخاب میکنم، میرم روی تامنیلش، کنترل نگه هم دارم، یک کلیک میکنم، اینجا انتخاب میشه، میام رو نقشه، کنترل ایکس رو میزنم، کات میشه. خب مثل همه کاتایی که اتفاق میفته. بعد دوباره کنترل شیفت وی رو میزنم، سر جاش در واقع میاد میشینه دوباره. ببینید الان به عنوان یک لایه جدید این اضافه شده و من لایه‌های دیگر رو خاموش کنم، این میتونه به عنوان یک لایه جدید در واقع یک استایلی به خودش بگیره، یه استورکی بگیره و به این صورت. این هم از این سوال. ببینید خط بعد بچه‌ها، تکست اگر شما اینجا اگر یه دونه بزنید، خب تکستی که براتون ایجاد میشه فقط توی یک خطه. ولی اگر زمانی که تکست رو میخواین ایجاد کنین، تکست رو از اینجا بگیرین و بکشین، اون وقت میتونید در واقع یک اینتری هم داشته باشین، یعنی پاراگراف میشه. این در واقع متنی که ساختین، میتونید اینتر بزنید و بیایید خط بعد، اینتر خط بعد. باید در واقع تک کلیک نکنید زمانی که میخواید تکست رو ایجاد کنید، تک کلیک کنید اونجوری اینتر بهتون نمیده، باید یک محدوده‌ای براش ایجاد کنید که بتونه، یعنی در واقع این رو برداشت کنه که یک پاراگراف هست. اینتر میزنید، میایید با اینتر میزنید، میایید. بسیاری. پس یه تصویر ما تو گروه براتون قرار میدیم که حالا به صورت فرضی در واقع یک محور رو از همین محورایی که امشب آموزش دیدین و یک کانون در واقع به صورت فرضی رو نقشه یک کانون قرار بدین و یه دونه محور قرار بدین و بهتره که شبیه اینا نباشه. حالا یه تخفیفی آقای مهندس رو می‌خوایم تخفیف هم به دوستان بدیم. آره یک تخفیف به دوستان بدیم شبیهشون باشه، عین خود اینا رو بزنید. مرسی، خیلی ممنون. مرسی از آقای مهندس قلیانی که این 3 جلسه رو دعوت آکادمی رو قبول کردن، تو این 3 جلسه حضور داشتن و همچنین ممنون از شما دوستان
چطور بود دوستان این 3 جلسه؟ به نظرتون یه مقدار از 3 شب پیش بحث آموزش فتوشاپ براتون پیش رفت؟ یکی از خوبیایی که میدو فکر کنم داره حداقل اینکه ترسه میریزه، یعنی اینکه مثلا وای فتوشاپ من سمتش نمیرم و در واقع مبحث پیچیده و سختی است. امیدوارم حداقل با این مدل چالشی که ما برگزار میکنیم، یعنی 3 جلسه پشت سر هم فشرده آموزش دیدن، تمرین انجام دادن، ارسال کردن، تا حدی در واقع اون ترسه ریخته باشه و برای همه عزیزان مفید باشه. آخرین در واقع توصیه‌ام که به دوستان دارم، متاسفانه خیلی از عزیزان مقطع ارشد تموم کردن، دانشجوی دکتران یا حتی مقطع در واقع دکتران تموم شده و هنوز دنبال کار هستن. توصیه‌ای که دارم حتما رو مهارت هاتون در واقع وقت بذارین. نمیگم حتما دوره آکادمی برونا رو شرکت کنین، نه، هر جایی، هر دانشگاهی، هر مؤسسه‌ای که دوره برگزار میکنه، اگه فکر میکنین مفیده، اگر فکر میکنین جزء مهارت‌هایی هست که برای بازار کار نیاز هست، حتما شرکت کنین تا از این در واقع سیکل باطل فقط مدرک گرایی که من همیشه میگم 10,000 نفر در سال دارن فارغ التحصیل شهرسازی میشن، سرفصلایی که دانشگاه تهران دهه 80 در واقع تصویب کرده هنوز داره تو دانشگاه تدریس میشه. امیدوارم که همه عزیزان مثل شما باشن، برای وقت خودشون، برای عمر خودشون ارزش قائل بشن، بیان یه سری مهارت‌ها رو یاد بگیرن که زودتر در واقع بتونن وارد بازار کار بشن و به درآمد بیشتر برسن. مرسی از شما که حضور داشتین. آخرین سوالم سوال خانم اشوری هم آقای مهندس اگه پاسخ بدین که دیگه کلاس رو تمومش کنیم. بله. گفتم با کنترل Z فقط یه مرحله اون رو میشه کرد یا بیشترش هم میشه عقب رفت در صورت فتوشاپ؟ بچه‌ها با کنترل Z تا 50 مرحله پیش‌فرض میتونید به عقب برگردید و اگر نخواهید از کنترل Z استفاده کنید، میتونید بیاید از پنجره هیستوری استفاده کنید و از اینجا که مثلا آخرین کارتون بوده جوری بیاید بالا، بک بزنید تا مثلا بیاید به اون چیزی که اول داشتید برسید. حالا این پنجره هیستوری چجوری میاد؟ از منوی ویندوز میتونید پنجره هیستوری رو بیارید که اگر من پیداش کنم، آره اینجا هست، بازه، مشخصه، این قیافش هم این شکلیه، میبینید که این در واقع هیستوریه که مراحلیه که داره نشون میده و